سلام به همه عزیزان دل در کانال ایران اسپورت. بچه ها کشتی امروز رو اگر به کشتی علاقه‌مندین به هیچ وجه از دست ندین. یکی از به جرئت میتونم بگم یکی از زیباترین کشتی هاییه که خودم تو عمرم دیدم و جنجالی هم هست. یکی از میشه گفت که جنجالی ترین کشتی های تاریخ روسیه محسوب میشه. توی 10-20 سال اخیر قطعا یکی از جنجالی ترین کشتی های تاریخ روسیه است و از لحاظ فنی هم فوق العاده این کشتی تماشاییه. اصلا اسم کشتیگیرا رو کامیون که هیچی، هواپیما هم نمیکشه. یه طرف آدام سایتیف افسانه‌ای و طرف دیگه انور گدیوف نابغه کشتی روسیه. این دوتا در مرحله 1/4 نهایی مسابقات کشوری روسیه سال 2012 خوردن به هم دیگه که نتیجه شد یه کشتی بسیار تماشایی و جنجالی. حالا چرا جنجالی؟ در خلال کشتی خودتون متوجه میشید که چرا این کشتی به جار و جنجال کشیده میشه. آخرش تماشاگرها میریزن وسط تشک و دعوا میشه و پلیس میاد و کلی داستان داره این کشتی. یعنی هر چی که بخواین توی این کشتی هست، انواع و اقسام فنون خیلی خفن و اتفاقات عجیب و غریب. بزن بریم سراغ گزارش کشتی. آدام سایتیف افسانه‌ای رو با دوبنده قرمز می‌بینیم و اون سمت هم انور گدیوف رو با دوبنده آبی. اینجا اسطول داور وسط مسابقه آغاز میشه. همین ابتدای کار انور گدیوف یه قوس کرد. سایتیف فوق‌العاده کشتیگیر خطرناکیه. اینجا آدام سایتیف 35 سالشه ولی همچنان زهرداره. دو کشتیگیر دارن سرگردن هم کار میکنن. سایتیف لحظه نشون داد برای زیرگیری. گدیوف یه مقداری اینجا داره رو به عقب کار میکنه. یه رفت برای اجرای یه پیشانداز که سایتیف زده زیر کتف گدیوف و باید ببینیم که کدوم میتونن به پشت اون یکی برسه. قفل قیصر کرده آدام سایتیف، پا رو تو مایه قفل قیصر برده. حالا گدیوف پاشو میکشه بیرون. سر و گردن گدیوف رو سایتیف مهار کرده. هیچ کدوم نتونستن موفق بشن در این صحنه. حالا یه بار دیگه قوس میکنه آدام سایتیف. سر و گردن گدیوف رو به خوبی مهار کرده. میخواد که برسه به پشت انور گدیوف، اجازه بهش ندادن. انور گدیوف عجب کشتیگیر چغریه این انور گدیوف. یه بار دیگه دو کشتیگیر در حالت سر پا دارن رو سر و گردن هم دیگه کار میکنن. کلاس تمام عیار کشتی این مسابقه. سایتیف تو 35 سالگی ببینید چقدر دستاش زهردار کار میکنه. یه بار دیگه هم سر و گردن انور گدیوف رو مهار کرده. باید این از این فرصت میتونه استفاده بکنه یا نه. وقت اول کشتی 1 دقیقه و 30 ثانیه گذشته. فقط 30 ثانیه باقی مونده. اینجا با یه چرخش خواست برسه پشت گدیوف. مچ پای گدیوف رو مهار کرده. هنوز نتونسته گدیوف رو خاک بکنه. گدیوف هم اجازه کار رو تا این لحظه به آدام سایتیف نداده. اینجا داور وسط یک امتیاز رو به آدام سایتیف داد و امتیاز خاک رو تصاحب کرد. بالاخره آدام سایتیف موفق شد که گدیوف رو خاک بکنه. حالا میخواد بره برای اجرای پیتیل پیچ ولی فقط 4 ثانیه به پایان این وقت باقی مونده و وقت اول به پایان میرسه با برتری آدام سایتیف. 2 دقیقه رو تمام رو سر و گردن هم دیگه کار کردن. یعنی یک لحظه آروم و قرار نداشتن کشتیگیرا، به خصوص آدام سایتیف که استثنایی دستاش کار میکرد و تقریباً بهتر بود. این تایم رو بهتر کشتی گرفت آدام سایتیف. حالا وقت دوم این کشتی دیدنیه. وقت دوم رو به هیچ وجه دست ندین. هنرنمایی گدیوف، سایتیف و داور، یعنی از سمت همه در وقت دوم هنرنمایی های عجیب و غریبی خواهیم دید. اون کشتیگیر برمیگردن به وسط تشک. البته گدیوف هنوز بر نگشته. داور از افرادی که کنار تشک وایسادن میخواد که از تشک برن بیرون. روسیه است و یه جورایی مثل ایران خودمونه، خیلی چیز نداره، چی میگن، قانون و
چارچوبی نداره، هر کی هر کار دلش میخواد میکنه. اینا وایسادن کنار توشک. مرسی از دوربین بردار که بوایسار سایتیف رو اینجا روش زوم کرد. برادر آدام سایتیف پر افتخارترین کشتیگیر، یکی از پر افتخارترین کشتیگیران تاریخ. بوایسار سایتیف 9 مدال طلای جهان. مال اینجا یه لحظه میره برای لنگ، انورگدیف به پل میزنه آدام سایتیف رو. داور هیچ امتیازی نمیده، داور هیچ امتیازی نداد. گدیف اصلا نمیدونه باید چی کار بکنه، همچنان تو مایه قفل قیصر پا رو نگه داشته. باید ببینیم که سایتیف میتونه از این فرصت استفاده بکنه یا نه. عجب بدنی داره این آدام سایتیف، پاشو در میاره و مچ پای گدیف رو مهار میکنه. چه لنگی زد انور گدیف و چه جوری داور امتیاز نداد. حالا مربیان گدیف اعتراض میکنن، طبیعی هم هست، این لنگی که این اجرا کرد همه جوره امتیاز داشت. یه لنگ کلاسیکو با آدام سایتیف زد و داورها امتیاز ندادن. یه کمی عجیب بود. تو وقت اول هم یه خورده به نظر میرسید که داور با سایتیف، اینجا نکنید بوایسار سایتیف بود که اومده کنار رئیس توشک داره حرف میزنه. این ایرانه، اصلا هیچ جای دیگه دنیا از این اتفاقات نمیفته. روسیه و ایران خیلی سیستم مدیریتیشون شبیه هم دیگه است. حالا باید ببینیم که رئیس توشک و قاضی تجدید نظر میکنن در رأیشون یا نه. یه جورایی میشه گفت که داورا با سایتیف تو وقت اول هم مهربون بودن، قبل از اینکه خاک به صورت کامل بتونه انورگدیف رو خاک بکنه با آدام سایتیف یک امتیاز رو دادن و دیگه گدیف تسلیم شد و نشست تو خاک. اینجا هم در یه قافلگیری انورگدیف یه لنگ جانانه رو اجرا کرد که حالا بله امتیاز رو ندادن. برمیگرده گدیف به وسط توشک. حالا همچنان دو کشتی رو سر گردن هم کار میکنن. زده زیر کتف سایتیف گدیف. این تایم رو گدیف داره بهتر کار میکنه، نشون میده برای زیرگیری. هر دوتا هی نشون میدن برای زیرگیری. یه بار دیگه رو سر گردن هم دیگه دارن کار میکنن. سر گردن سایتیف رو مهار کرده با یه پیشانداز میره که برسه به پشت آدام سایتیف. سایتیف چه بدلی کرد، هنوز اجازه کار رو نداده سایتیف به گدیف. رفت با دوخم گدیف رو هم در اختیار گرفته آدام سایتیف. عجب کشتیگیری این آدام سایتیف تو 35 سالگی چه جوری بدل کرد. اجازه نداد به انورگدیف که خاکش بکنه. دو کشتیگیر به هم پیچیدن و داور اینجا سر پا میده. چه بدنی دارن این سایتیف ها، چه ژنتیک عجیب و غریبی دارن. صحنه ای بود که هر کشتیگیر دیگه ای بود خاک شده و اینجا یه لحظه دیگه باز میره برای زیرگیری انورگدیف. سر گردن گدیف رو سایتیف مهار کرده. باید ببینیم که یه خمه سایتیف رو میتونه بگیره انورگدیف یا نه. یه خم رو مال خود کرده. اینجا به خوبی یه خم رو در اختیار گرفته. ولی سایتیف سر گردن گدیف رو گرفته بود، خطا گردن رو گرفته بود، ولی داور سر پا داد. خیلی در عین ناباوری داور سر پا داد. فقط 26 ثانیه به پایان این کشتی باقی مونده. یه بار دیگه میره برای زیرگیری انورگدیف. آروم و قرار نداره. دوباره مچ پای آدام سایتیف رو مال خود کرده. سایتیف هنوز اجازه کار رو بهش نداده. عجب بدنی داره این آدام سایتیف، عجب این اتاپی داره. 13 ثانیه باقی مونده، هنوز خاک نشده. اینجا دیگه گدیف رسیده پشت آدام سایتیف ولی هنوز نتونسته سایتیف رو خاک بکنه. اینجا میره برای بالا آوردن کنده. اینجا دیگه سایتیف رو خاک کرده. وقت تموم شد. داور ببینیم امتیاز داد یا نداد. داور امتیاز ندادن و مربیان گدیف ریختن توشک، میخوان داور رو بزنن. درگیری ایجاد شده. بوایسار سایتیف هم میاد وسط توشک، دو کشتیگیر رو میبره بیرون که وسط درگیری نباشن. حالا دیگه اونجا زد و خوردیه که داره اتفاق میفته. بوایسار سایتیف به دنبال آروم کردن جمعیت هست. تماشاگرها هم دیگه دارن میریزن وسط توشک و اتفاقات عجیب و غریبی داره رخ میده. بوایسار سایتیف خیلی داره بزرگی میکنه، سعی داره که مدیریت بکنه، البته که به نفعشه.
که این جنجال خاتمه پیدا بکنه، چون داوران امتیاز ندادن به گدیف. در لحظه آخر هم به انور گدیف امتیازی داده نشد. در این کشتی فوق‌العاده داوری جهتدار بود و میخواستن سایتیف گدیف رو ببره. به نظر میرسه که سایتیف ها اعمال نفوذ کرده بودن. اون لنگی که انور گدیف اجرا کرد چجوری حتی 2 امتیاز هم نداد. حالا اون زمان پل رو 3 امتیاز میدادن، این رو دیگه 2 امتیاز که دیگه میتونستن بدن، هیچ امتیازی بهش ندادن. اینجا هم لحظه آخر بود لحظه هایی که میشد خاک کامل حساب بکنی، ولی امتیاز داور وسط نداد به گدیف. و اصلا یه حالتی بود اینجا پلیس میاد روی تشک به دنبال آروم کردن جمعیت هستن. صحنه‌های عجیب و غریبی رو در وقت دوم این کشتی دیدیم. خود کشتی خیلی تماشایی بود، حالا فارغ از جار و جنجالی که پیش اومد خود کشتی خیلی تماشایی بود. یعنی اینا 2 تایم 2 دقیقه کشتی گرفتن، 4 دقیقه رو داشتن کشتی میگرفتن. یعنی به خصوص وقت دوم رو که هر دوتاشون کولاک کردن. آدام سایتیف هم درسته که داور باهاش مهربون بود ولی فوق‌العاده کشتی گرفت، چند بار به مچ پاش رسید انور گدیف و آدام سایتیف تو 35 سالگی اجازه کار رو به انور گدیف نداد. و حالا وقت دوم هم حساب کار وقت تایم که تموم شده 1-0 آدام سایتیف جلو بود. حالا این 1 امتیازی هم که سایتیف تو وقت دوم گرفته یادمون باشه به خاطر اون چالنجیه که مربیان انور گدیف دادن و چالش مورد قبول واقع نشد، 1 امتیاز به سایتیف دادن. یعنی اینجا دوباره مثل که درگیری بالا گرفت. خود آدام سایتیف هم این بار وسط جمعیت. باید ببینیم که میتونن پلیسا امنیت رو برقرار کنن و رئیس تشک و قاضی نظرشون رو بدن. داور حالا یا امتیاز میدن به انور گدیف به خاطر این صحنه آخر و حساب کار 1-1 میشه و انور گدیف اون وقت رو میبره و کشتی میره به وقت سوم، یا اینکه امتیاز به گدیف نمیدن و دست آدام سایتیف به عنوان پیروز باید بالا بره. ولی تا این لحظه اتفاقی نیفتاده. احتمالاً دیگه ادامه کشتی رو نخواهیم دید. بله انور گدیف هم داره مثل که از تشک خارج میشه، هنوز مشخص نیست و باید ببینیم که رأی داورا تو این صحنه چه خواهد بود. آدام سایتیف قهرمان 3 دوره جهان المپیک 2000 سیدنی قهرمان المپیک شد وزن 86 کیلو، 99 قهرمان جهان شد، 2002 هم در تهران قهرمان جهان شد. در مقابل انور گدیف هم از اون کشتیگیرای استثنایی روسیه است که افتخاراتش به اندازه اسم و رسمش نیست. در 74 کیلو برای سالیان سال روس‌ها بهترین بودن و سالهای سال که خب بوایسار سایتیف تقریبا از سال 95 میلادی تا 2008 رو که تقریبا پشت سر هم بوایسار سایتیف قهرمان شد. 1-2 دورش هم نبود آدام سایتیف شرکت کرد قهرمان شد، در سال سایتیف ها قهرمان شدن. آدام سایتیف تو 86 کیلو هم شرکت کرد قهرمان شد. ولی تو 74 کیلو روس‌ها خیلی کشتیگیر خوب داشتن. یه دوره بوایسار سایتیف بود، ماخاچ مرتضاعلیف بود که ماخاچ مرتضاعلیف اومد سایتیف رو برد، خودش 2 بنده تیم ملی رو پوشید توی 2007 باکو و اونجا مرتضاعلیف رفت طلا گرفت. 2008 المپیک رو دوباره سایتیف برد از مرتضاعلیف، اومد المپیک رو طلا گرفت. 2009 و 2010 دنیس سارگوش سر و کله‌اش پیدا شد، ماخاچ مرتضاعلیف رو برد
دیگه اینجا سایتیف خدافظی، بووایسار سایتیف خدافظی کرده بود. 2009 و 2010 رو دنیس سارگوش اومد طلا گرفت. چا سر کله جردن باروس پیدا شد که این چغر بدبدن اومد این همه کشتیگیر روس رو زد کنار، خودش قهرمان جهان شد و یکی دو سال با فینال رو با صادق گودرزی برگزار کردن. دیگه المپیک 2012 رو هم روس‌ها به مدال طلا نرسیدن، جردن باروس گرفت. 2016 رو هم که حسن یزدانی ازشون گرفت. یعنی این جالبه، اینا با اینکه این همه کشتیگیر خفن تو 74 کیلو داشتن، 2 تا المپیک 2012 و 2016 رو از دستشون ما و آمریکا در آوردیم. 2012 رو آمریکایی‌ها با جردن باروس در آوردن، 2016 رو هم ما با حسن یزدانی. حالا اینجا دیگه فکر می‌کنم تمام هست کشتی و ادامه کشتی رو نخواهیم دید. من حالا به توضیحاتم در مورد وزن 74 کیلو ادامه میدم اگر که برگردن و ادامه کشتی رو ببینیم که ادامه میدیم گزارش رو، ولی اگر که برنگردن یعنی احتمالاً دیگه مسابقه رو کنسل کردن و حالا احتمالاً یکیشون رو برنده اعلام خواهند کرد. آدام سایتیف همچنان کنار تشک وایساده منتظر، انور گدیف هم کنار تشک همچنان هست. آره میگفتم 2012 2011 جردن باروس قهرمان جهان شد، 2012 المپیک رو جردن باروس گرفت، 2013 رو دوباره جردن باروس گرفت، بله اینجا دیگه دو کشتیگیر رفتن بیرون و این کشتی همینجا تموم شد. من برای این برنامه که تحقیق میکردم که نتیجه این کشتی رو فدراسیون کشتی روسیه چی اعلام کرده، به این رسیدم که ظاهراً اون آدام سایتیف رو برنده اعلام کردن، به خصوص چون که اعتراضات و یه جورایی بلوایی که دعوایی که جار و جنجالی که پیش اومد از سمت مربیان انور گدیف و هواداران گدیف بود، دیگه هم از نظر انضباطی هم از نظر خود نتیجه کشتی آدام سایتیف رو برنده اعلام کردن و آدام سایتیف از این مرحله گذر کرد و رفت نیمه نهایی 2012. ولی آدام سایتیف نهایتا نتونست دو بنده تیم ملی روسیه رو بپوشه برای المپیک و دنیس سارگوش در المپیک حاضر شد که به جردن باروس باخت. و 2012 جردن باروس طلا گرفت، 2013 هم جردن باروس طلا گرفت، 2014 رو دنیس سارگوش طلا گرفت که فینالش با جردن باروس رو براتون پخش کردیم. 2015 از روس‌ها انور گدیف شرکت کرد که به جردن باروس باخت و جردن باروس طلا گرفت. 2016 المپیک انور گدیف انتقام شکستش رو از جردن باروس گرفت و دیگه روس‌ها گفتن دیگه المپیک رو از آمریکایی‌ها قاپیدیم. اومد فینال خورد به عجوبه‌ای به نام حسن یزدانی که اولین سالی بود که دنیا داشت با این پدیده کشتی روبرو میشد. حسن یزدانی با نفس عجیب و غریبش تا لحظه آخر با انور گدیف جنگید و لحظه آخر اون مبارزه رو پیروز شد. بعدش 2017 74 کیلو دیگه از دوباره جردن باروس گرفت یا کایلده که گرفت اشتباه نکنم، تا 2018 که سیداکوف اومد. 2018 سیداکوف اومد و شروع کرد به طلا گرفتن که المپیک رو هم زاوربک سیداکوف گرفت و یه جورایی تاج و تخت پادشاهی وزن 74 کیلوگرم دوباره رسید به روس‌ها. امسال هم که سیداکوف قهرمان شد. خیلی ممنونم که تا آخر این ویدیو همراه من بودین. اگر که از دیدن این کشتی لذت بردین لایک این ویدیو رو فراموش نکنید. اگر هم که چنل ما رو سابسکرایب ندارید حتما سابسکرایب کنید. مخلصتونم. خدا نگهدار.